در جامعه امروز تاجیکستان صاحب استقلال زنان در زینه‌های گوناگون همه شاخه‌های حاکمیت یعنی مقامات عالی قانونبرار، حاکمیت سودی و اجراییه اینچنین در کل ساختارهای دولتی و اتحادیه‌های جمعیتی فعالیت نموده در پیشرفت ساحه‌های گوناگون حیات جامعه حصه ارزنده خود را گذاشته ایستاده‌اند. با مقصد تربیه کادرها همساله از حساب دختران لیاقتمند ناحیه‌های دوردست کوهستان در اساس کوتای پرزیدنتی هزاران نفر جوان دختر به مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور داخل شده الکی قسم از آنها صاحب معلومات عالی کسبی گردیدند و به مردم دیار خود خدمت کرده ایستادند. همزمان با این حکومت کشور برای فعالیت تشکیلات‌های جمعیتی زنان از جمله با مقصد گسترش فعالیت صاحبکاری آنها شرایط مساعد و زمینه ضروری حقوقی را مهیا کرده است. گزارش در این خصوص با رسیدن به استقلال دولتی موقع زنان در جامعه استوار گردید. سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در زمان صاحب استقلالی امکان داد که مقام و منزلت زن در جامعه باز هم بلند برداشته شود. در این دوره یگان سمت فعالیت را بدون شرکت فعال زنان تصور نمودن غیر امکان است. خصوصا سهم آنها در بخش‌های علم و معارف، فرهنگ و تندرستی و دیگر سمت‌های اجتماعی اقتصادی کشور تا رفت افزون می‌گردد. همزمان جهت بلند برداشتن حقوق و آزادی‌های زنان، جلب وسع آنها بر روند تطبیق سیاست دولتی، انتخاب و تربیت و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب بانوان پیوسته تکمیل یافته روش تازه گرفته ایستاده است. دوران صاحب استقلالی در نزد زنان و بانوان رسالت پرمسئولیت وطنداری و وطنسازی را پیش گذاشت. این رسالت مهم تاریخی تقاضا می‌نماید که آنها با تربیت نسل خودآگاه و خودشناس قرض فرزندی خود را در نزد وطن صادقانه ادا نمایند. باعث خوشنودی است که در بنیاد جامعه دموکراتیک تاجیکستان صاحب استقلال به معرفت زنان و بانوان توجه زیاد ظاهر کرده می شود و این دستگیری ها البته ثمره نیکی خود را به بار آورده است. همین است که پیش از اجرای هر یک تشبس های خود وابسته به سمت فعالیت، بانوان منفعت های ملی و دولتی را در جای اول می گذارند. حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به نقش بانوان و زنان در اعمار جامعه دموکراتیک و دنیوی توجه مخصوص ظاهر نموده. همساله در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نقش زنان و بانوان نیز در اعمار جامعه دموکراتیک و دنیوی مخصوص ذکر می‌گردد. طبق معلومات آماری زنان 49.3% اهالی کشور را تشکیل می‌دهند. پیشوای ملت تاکید کردند که زنان و بانوان در برابر فعالیت در ساحه‌های اجتماعی از جمله علم و معارف، خدمت دولتی، کشاورزی و صنعت، اینچنین در ساحه‌های نقلیات، انرژتیکا، علاقه، ساختمان و معماری، بانکداری، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات و در صف قوه‌های مسلح کشور نیز صافدلانه و صادقانه زحمت کشیده ایستادند. حالا قریب 71% کارمندان ساحه تندرستی، بیش از 73% کارمندان ساحه معارف، 27% کارمندان علم، فرهنگ 47، بانکداری 39، علاقه 25 از جمله در ساحه خدمترسانی اطلاعاتی قریب 40% و زیاده از 23% آنهایی که در ساحه کشاورزی فعالیت دارند زنان و بانوان میباشند. تشکیل و برگزاری آزمون‌های جمهوریوی از جمله تاجیکستان وطنی عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکان در آینه تاریخ که به خاطر بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی و تقویت جهان معنوی اهالی مملکت برگزار می‌شوند. یک نکته بسیار مهم را ثابت می‌نمایند که در بین نورسان و جوانان ما مخصوصا دختران که نقش برجسته و مناسبت جدی مادران و زنان ما را در مسئله کتابخوانی فرزندان تجسم می‌نمایند، استعدادهای نادر به وی می‌رسند که ما باید آنها را همه‌جانبه دستگیری و هوسمند گردانیم. نتیجه زحمت‌های زنان و مادران بود که در دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از 95
95 иштирокчӣ 65 нафар ё 68.4%ро занону духтарон ташкил дода шоҳҷоиза ва 63 ҷойи намоёнро соҳиб гардиданд. натиҷаи озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат нишон дод ки аз шумораи 75 иштирокчии даври ҷумҳуриявӣ 9 нафарро духтарон ташкил дода барандагони ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва ҷойҳои ифтихорӣ дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбӣ 9 нафар духтарон гардиданд. аз 77 ғолиби озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман бошад 17 нафарро занону духтарон ташкил дода барандаи шоҳҷоиза ва 16 ҷойи намоён низ онҳо гардиданд. истиқлоли давлатӣ тавонист барои зани тоҷик озодандешӣ, зиндагонии шоиста ва имконоти муфид фароҳам оварад. дар замони истиқлол занон тавонистанд дар дилхоҳ соҳа кору фаъолияти самарабахш намоянд. имрӯз зани тоҷик дар баробари модару ҳамсари хуб будан ҳамчунин роҳбар, муҳандис, ронанда, корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳатто дар хатти марзи давлатӣ низ фаъолият намуда саҳми худро дар пешрафти ватану осудагии миллат гузошта истодаанд.